بیتی جان، یه شعر همین الان یهویی برامون بگو. خب میخوام مندارترین شعر دنیا رو براتون بخونم. 10 تا بیت، 70 بار کلمه من نمیدانم کیم من، لیک یک من در من است. آنکه تکلیف منش با من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من ای همزاد من، ای من غمگین من در لحظه های شاد من، هرچه از من یا من در من دیده ای، مثل من وقتی که با من میشوی خندیده ای. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد، این من هم نشست و مثل من کاری نکرد. ای من با من که بی من تر از من میشوی، هرچه هم من کنی هاشا شوی چون من قوی. من بی رنگ و بی تأثیر نیست، هیچ کس با من مثل من درگیر نیست. کیست این من؟ این من با من ز من بیگانه تر، این من کنه از من کمی دیوانه تر. راستی اینقدر من از کجا آوردم؟ بعد هر من بار دیگر من چرا آوردم؟ در دهان من نمیدانم چه شد افتاد من، مثنوی گفتم که آوردم در آن 70 من.